اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. اولین نشست هماهنگی و آگاهی عامه ریاست دسترسی به اطلاعات برگزار شد. در این نشست سخنگوی امارت اسلامی افغانستان آقای مولوی ذبیح الله مجاهد، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ آقای مهاجر فراهی، معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان آقای بلال کریمی، علاوه بر سخنگویان محترم وزارت‌ها و ادارات مستقل، خبرنگاران آزاد نیز حضور داشتند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید با مسئولین ترانسپورت کشور ازبکستان جلسه آنلاین برگزار نمودند. بر رهبری معاون اداری ریاست الوزراء جلسه ویژه ولایت سرپل در حضور داشت والی، معاون آن ولایت، قماندان امنیه، رئیس استخبارات، شاروال و رؤسای ادارات مختلف در آن ولایت برگزار شد. مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه کابل در یک هفته گذشته 10 تن را به جرم قاچاق، انتقال و فروش مواد مخدر دستگیر کردند. از سوی شاروالی کابل در ناحیه چهارم برای ترویج فرهنگ شهری و نگهداری از تاسیسات عامه پروگرام آگاهی عامه برگزار شد. در ولایت ننگرهار با حمایت مالی یک سازمان خیریه بین‌المللی وسایل تجارت کوچک برای 200 تن مرد و زن نیازمند توزیع گردید. جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان برگزار شد. در 17مین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان هیئتی به منظور ساخت طرح جلوگیری از تخریبات دریای آمو تعیین گردید. در ولایت میدان وردک به ارزش 17 میلیون افغانی 5 پروژه انکشافی به بهره برداری سپرده شد. والی کابل الحاج شیخ محمد قاسم خالد با هیئت اداری به حوزه شریعت پهنتون کابل دیدار نمود. وزارت فواید عامه کار بازسازی شهرهای بزرگ قندهار هرات را به طول 65 کیلومتر آغاز کرده است. اولین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به رهبری الحاج مولا عبدالغنی برادر اخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء در قصر مرمرین برگزار شد.